ولی چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که اونها هم مثل ما شهری دارن که به اسم رشت دیگه، مثل رشت خودمون. بله. دوستان که میگن هواش خوبه، طبیعتش قشنگه، جای گردشگری زیادی داره، خوبه. درست. حالا ما دوست داریم که بیان اینجا روابط بیشتر باشه، با همدیگر بیشتر بشناسیم و مناطقشون رو بدونیم چیه. اونا هم که 100% اومدن اینجا. سلام علیکم، خوش اومدیم به این ویدیوی دیگه بچه‌ها. من مرتضام. بچه‌ها اومدیم امروز با یه ویدیوی دیگه، اومدم به قولم عمل کنم و در مورد مردم تاجیکستان از مردم ایران سوال بپرسم. اومدم مصاحبه بگیرم، بریم ببینیم نظر مردم ایران راجع به مردم تاجیکستان چیه. Let's go. سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. این ویدیو رو ما داریم برای مردم تاجیکستان تهیه میکنیم که نظر مردم ایران رو راجع به مردم تاجیکستان بپرسیم. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. مرسی. اگه دوست دارین میتونین خودتون معرفی کنین، اگرم نه که مشکلی نداره. مرسی، من زهرا هستم. بله، خیلی ممنون. بچه اولین سوالم از شما اینه که اول از همه این که اصلا چه اطلاعاتی راجع به مردم تاجیکستان و کشور تاجیکستان دارید؟ من فقط اسمش شنیدم ولی چیز خاصی دربارش نمیدونم. منم یه دونه دوستم از تاجیکستان، خیلی دوست خوبیه، با معرفت میگه، از مردمش هم واسه ما تعریف کرده، میگه خیلی مردم مهربونی داره و خوش اخلاق. اولین سوالی که ازتون میخوام بپرسم اینه که میدونین زبون مردم تاجیکستان چه زبونیه؟ با چه زبونی صحبت میکنن مردم تاجیکستان؟ البته من تا اندازی یعنی زیاد به اون صورت چیز ندارم، ولی میگم فارسی. بله، زبانش فارسیه. اولین سوالی که من می‌خواستم ازتون بپرسم اینه که زبون مردم تاجیکستان چه زبونیه؟ با چه زبونی صحبت میکنن مردم تاجیکستان؟ زبونشون که تا جایی که میدونم شبیه فارسی هست، جورایی که صحبت که میکنم ما متوجه میشیم دیگه، تا همین اندازه فقط. درسته. بله، زبون مردم تاجیکستان فارسیه. حالا تاجیکی هم هست، با روسی یکم قاطی شده. حالا این وسط فارسی و روسی اینا قاطی شده. سوال بعدی که میخوام ازتون بپرسم اینه که زبون مردم تاجیکستان چیه؟ بلد نیست. نمیدونید؟ خب حالا من یه چیزی میخوام بهتون بگم. میدونستین که زبون مردم تاجیکستان فارسیه؟ نه نمیدونستم. ولی یه دونه از دوستان فارسی حرف میزد. خب الان که فهمیدین چه احساسی دارین؟ چی فکر میکنین پیش خودتون که یه کشور دیگه از یه جای دیگه از جهان هم زبونمان؟ فکرش نمیکردم. حس خوبی دارم که میتونم با اونا ارتباط داشته باشم و باشون حرف بزنم و راجع به کشورشون باشون صحبت کنم. دومین سوالی که میخواستم ازتون بپرسم اینه که پرچم تاجیکستان چند تا رنگ داره و چه رنگایی داره؟ والا رنگش که سه رنگ پرچم خودمونشه، با هردش موقع جای قرمز و سبزش عوض شد و حالا یادم نیست آرم داره یا درست. اطلاعاتتون خوبه راجع به این قضیه. حالا سوال بعدی که می‌خواستم ازتون بپرسم اینه که رئیس جمهور تاجیکستان شما میدونین اسمش چیه؟ نه. رئیس جمهور تاجیکستان آقای امامعلی رحمان اسمش. خب شما میدونین پرچم تاجیکستان چند رنگ داره، چه رنگایی داره؟ نه راستش نمیدونم. من می‌خواستم بهتون بگم که پرچم تاجیکستان همون پرچم ایرانه، فقط برعکسه، قرمز و سفید و سبز از بالا به پایین. حالا من می‌خواستم ازتون بپرسم که شهرهای تاجیکستان و بلدین اسمشون چجوریه؟ تا حالا شنیدین، به گوشتون خورده چه شهرهایی داره تاجیکستان؟ والا نه زیاد، ولی چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که اونها هم مثل ما شهری دارن که به اسم رشت دیگه، مثل رشت خودمون. بله، ما هم رشت داریم، اونا هم رشت دارن، تقریبا یکیه فرهنگ و زبون و نزدیک هست. نزدیک است. بله. اطلاعات دارین راجع به کشور تاجیکستان که چه آب و هوایی داره، چه مناطقی داره، مناطقش چجوریان؟ دوستان که میگن هواش خوبه، طبیعتش قشنگه، جای گردشگری زیادی داره، خوبه. درست. سوال بعدی این که میخواستم بپرسم ازتون این که رئیس جمهور تاجیکستان میدونین اسمش چیه؟ رئیس جمهورشون
فکر کنم امام علی باشه اگه اشتباه نکنم. بله یه اطلاعات نصف نیمه‌ای داریم. بله آره رئیس جمهور مردم تاجیکستان کشور تاجیکستان آقای امام علی رحمان. آره مردم تاجیکستان دوست داشتن که من این پیام رو به شما بدم که مردم تاجیکستان خیلی مردم ایران رو دوست دارن و دوست دارن بیان ایران و ایران رو یه جورایی کشور خودشون میدونن. دل به دل راه داره. ما همین درست. سلامت باشین خیلی ممنون. حالا شهرهای تاجیکستان رو بلدین چند تاشو نام ببرین؟ بلد نیستم. اصلا میدونستین تاجیکستان هم شهر رشت داره؟ نه شهرهایی مثل کلاب و خوجند و حالا پایتخت تاجیکستان میدونین کجاست؟ نه. چه شهری؟ نه. پایتخت تاجیکستان دوشنبه است. بله سوال دیگه ای که می‌خواستم ازتون بپرسم میدونستین پایتخت تاجیکستان کجاست؟ پایتخت تاجیکستان نه. آره پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است. آره اینم یه اطلاعاتی بود که ما به شما دادیم. درسته. نه نمیدونستم. چه جالب. من می‌خواستم پیام مردم تاجیکستان رو بهتون بدم که به من گفتن به مردم ایران بگو که ما خیلی دوستشون داریم، اونا همزبونمان و ما دوست داریم که به ایران بیایم، به ایران سفر کنیم. دوست داریم به تاجیکستان سفر کنین. الان خب روادید و پاسپورت و اینا بین تاجیکستان و ایران برداشته شده، یعنی شما بدون ویزا میتونید سفر کنین به تاجیکستان، بدون ویزا میتونن مردم تاجیکستان سفر کنن به ایران، یعنی انگار شهرتون رو میخواین عوض کنین دیگه. خیلی عالیه واقعا اینجوری. آره شما دوست دارین به تاجیکستان سفر کنین؟ چرا نه. آره مردم تاجیکستان واقعا مردمان خیلی خوب و مهمان نوازی هستن، واقعا استقبال میکنن از ایرانیا. به هر حال یه جوری فرهنگامون شبیه هم هستش. درست. دور از انتظار نیستم این چیزی. بله درست. سوال آخری که میخواستم ازتون بپرسم اینه که چه پیامی دارین برای مردم تاجیکستان که حالا فهمیدین زبونشون با ما یکیه، فرهنگشون تقریبا یکیه، میخواستم ببینم چه پیامی واسه مردم تاجیکستان دارین؟ حالا ما دوست داریم که بیان اینجا روابط بیشتر باشه، با همدیگر بیشتر بشناسیم و مناطقشون رو بدونیم چیه. اونا هم که 100% اومدن اینجا. بله اومدن. درسته. بهتر میدونم ما که نرفتیم تا حال. حالا در آخر بچه‌ها چه پیامی دارین واسه مردم تاجیکستان؟ امیدوارم حالشون خوب باشه و جای خوبی زندگی کنن. آرزوی خوبی برشون. بچه‌های تاجیکستان هم خیلی مهمان نوازن، یعنی تو ویدیوها همش توی کامنت ها از من دعوت میکنن، واقعا بچه‌های خیلی خوبی هستن. پیامشون به شما این بود که ما مردم ایران رو دوست داریم، ما یک ملتیم و یک زبان داریم، باید همیشه پشت هم باشیم. و آخرین سوالی که میخواستم ازتون بپرسم اینه که چه پیامی دارین واسه مردم تاجیکستان؟ چون مردم تاجیکستان به من گفتن که خیلی میری مصاحبه میگیری به مردم ایران بگو ما خیلی مردم ایران رو دوست داریم، خیلی دوست داریم بیایم ایران رو ببینیم. به خاطر همون من میخواستم ببینم پیام آخرتون واسه مردم تاجیکستان چیه؟ چیزی که واقعا میخوام بگم این که نظر خودمه، این که نذاریم فرهنگای اصیلمون از بین بره. چون این چیزیه که خودم این رو قبول دارم و باور دارم. اجازه ندیم که یک سری چیزایی که از کشورهای بیگانه به نظر من اومده بخواد در سالهای آینده و نسل‌های آینده، یعنی در بچه‌هامون این نباشه و در نوه‌هامون نباشه و فرهنگ اصیلمون رو بخوان عمدن از بین ببرن. درسته. خیلی ممنون از شما که با ما مصاحبه کردین. تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون. قربون شما. خدا. خب بچه‌ها اینم ویدیویی که قولشو بهتون داده بودم. لطفا نظراتتون رو تو کامنت واسم بنویسید. اگر این ویدیو 2000 تا کامنت و 2000 تا لایک بخوره و 10,000 تا بازدید و ویو داشته باشه، قسمت دوشم میسازم، یعنی میرم با آدمای بیشتری مصاحبه میکنم در مورد تاجیکستان. دوستتون دارم، قربونتون، بوس بهتون، خدافظ.